خب درود هموطنان عزیز برادران و امیدوارم که همه کس خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. در شبکه های اینترنتی یک نوار پخش شد، واقعا اون سخن هایی که ما سالها میگوییم و گفته ایستادیم و باز هم میگیم، یعنی به اساس نبودنش اثبات کرد این نوارها. پلیس روس حمله به زن تاجیک میکنه، میزنه، زنک، مردک نه، زنک. امروز بعد از دیدن این نوار واقعا هم اگر نمیدونم، اگر کمتر مردک باشی، اگر چقدر دردت میکردگیش خودت میدونی. اگر مردک باشی، نه مردک نباشی، لیش بی تجاوزت کنن، شکم تسیر کنن یا بریدن اونت بتن، یا از تانه گام نازا با ما میریم چی میخریم و میره میخری. برای شکم اوچر از یری تحقیر موندن، برای شکم زن از یری تحقیر موندن، برای شکم شیده خطه فروختن، زد نیت فروختن، این اوجه مردکی نیست. برای میگن که وقتی همین عقاب پرستو هستن، عقابو را میگیرن پرورش میکنن برای اخوتا. همونا خونه عقاب میوان در کجا بدن شهر. بیاین مشمود انیقتر کرده بگم بتمتون، برای که یه وقتو ما هم داشتیم خونه عقاب میوان و خونه عقاب تا علمو بچهش برامدن بگیم که میپاید. یعنی هر وقت دورا نظارت کرده میستن، بچهش برامد بگیم که بچهش نونخرک شد، پرانچک نشیده، فرزندی او را بگیم که میگیرن. و وقتی آدمای بدن که عقاب میفروختن، برای چی عقاب خرا، یعنی که عقاب بازها از عقاب فروش عقاب نمیگیرن. یک سبب داره برای چی نمیگیرن عقاب، از عقاب بازار نمیخرن، میقپن. سببش یک چیز است، عقاب فروش ها هستن، عقاب میفروشن و عقاب نمیپاین که تا که بچهش از پرانچک نشیده بگیرن و عقاب تخمش میگیرن. تخم عقاب میگیرن، میارن در تای مرغ، اونجوک یگان چیده مونده او را میبرورن و او عقاب مهلت بگیم یا مدت تو نانخرک شدن خودش بگیم امون مرغ او را نشان میته اوقات خریره. یعنی که او ستیل اخوتایی عقاب نمی آموزه، او ستیل اخوتایی یعنی خوردن مرغ می آموزه. برای همه او عقاب ها شکارچی نمیشوند، یعنی عقاب شکار میکردگی نمیشوند عقاب ها. برای همه عقاب بازها و عقاب چیزا او هم عقاب میپاین تا که بچهش آچهش کلان کنه، پیش ای پرانچی کشیدنش بگیم که عقاب میگیرن. یعنی هم نانخرک میشوه خودش، بگیم که تناش پشماش پر میشوه کو، بعد همه حالت ده بگیم که او عقاب میگیرن. امروز برای چی من این گپا گفته ایستادم؟ امروز ما همون عقاب های بدیم که خودمون اخوت هم میکردیم و بلند پرواز میکردیم با بامون و با بوکلانمون، بعد از او ما را همون عروس تخمش گرفته در تای خودشون کلان کردنده. ما ای تخم عقابو در تای عروس برآمدگیم ده
و همینقدر عروس پرست هستیم، همینقدر بگیم عروس چند قدر تجاوز ممکنه، چند قدر هم بالا ظلم بیاره، همینقدر ما عروس تا چیکار میکنیم؟ عروس پرستیش میکنیم. брат, мы 70 лет были вместе, брат, мы вместе выиграли войну, брат, мы за фашизм боролись, брат. گفته میدوین میریم پیششون. فاشیست اصلی روس است، فاشیست اصلی روس است. از روس دا فاشیست ترین در روی دنیا بعد دیگریاش است. اول روس است و بعد دیگریاش. شما گپی مرا کو بعد روز میشوه و این قدرش میرسه. 70 سال روس غلام تون کرد، غلام کرد، حق تو نداد، حق تو نگرفت، حق تو تجاوز کرد، شما را رقاصا و پوشکین پرست کرد. این امروز رزولتاتش همون روس پرست هایی که بگیم ببینه. ولی نوشتگی است این زنی ازبک باشه یا تاجیک گفته. نه، هیچ وقت زنی ازبک ده روس دوخ نمیکنه دست برداره. برای چی؟ برای که حکومت ازبکستان صاحبی میکنه ملتشه، ناتمیته. کنی کی گپ زد؟ کدامیش برآمد از حکومت دارتون؟ پیشوا و غمخوار و دپوتات و ملا و حاجی و نصیحتگر و وصیحتگر و کدامیش برآمدن گپ میزنن؟ کدامیش میبروین شما را میگن که این نادرست است؟ ای برادر، این کار نادرست است. وقتی ما میگیم برگرد وطن، یتش میگه ما بریم چی میخریم بعد در اوجا؟ تو پیشوا انتخاب کردی، وظیفه من نیست را خروندن، وظیفه پیشوات هست را خروندن. این سوال پیشوات دابته که ما آمدم، ما چی میخرم در این وطن؟ ما ترا انتخاب کردم، تو مرا انتخاب که؟ مرا انتخاب که؟ فردای ما پرس بگو ای برادر ما ترا انتخاب کردم، ما چی بخرم؟ ما چی با مردی کار میشم؟ ما وطن رو ترا انتخاب کردم، رهبر وظیفه داری تو باید ارگانیزوات کنی زندگی ما را حدی اقلا. در اوجا ما جوابگر میشم. ما جوابگر نیستم در زندگی تو چی میخری، چی نمیخری، در کجا میخری. ما جوابگر نیستم. پیشوا تا پرس. امروز باور کنی نه بچه زنامونا با مشت زده با ماشین پلیت چبور کدیستن. ابله و سر ازبک نرفته ایستاده است. چی با نوشتگی انسان این مینه دو تا ملت نوشت. خب ازبک هم همین خیلی بسوهی بود. اوزی بعد شوکت میرامونویچ که هم ترکک سخت جقیدگی از گرد اطرافه کار کدیستن در بولوی مهاجرو، حمایه مهاجر بیرون از وطن بدن. اینا را هم بگیم کم کم صاحبی داره شوکت میرامونویچ. چی با دو ملت نامشه گرفت؟ چی با نگفت این زنک چیچن بود؟ این زنک داغستانی بود؟ چی با این گپا نگفتین؟ چی با ننوشتین در کامنت؟ چی با در اما آدم فهم کدگی نگفت که ای زنک سطردور ای شاید داغستانی باشه، شاید چیچن باشه، حداقل قرقیز باشه؟ چی با این گپا نگفتین؟ برای که میدونین که خیتون پس بدن خیتونا، همیدین پس بدن خیتونا میدونین سر از خیتون در پدازریوت میکنین. یگان نه ازبک بود نه دیگه زنک تاجیکی. لباس پوشی تاجیکی، یعنی استیل دوختی تاجیکی استیل دوختی ازبکی فرق میکنه. اگر کم ترک اگر نگاه کنی فرق میکنه. یگان زنک ازبک نیست، زنک تاجیکستانی ای. ملتش نامعلوم چی نیست، مهم نیست ملتش چی است. نیکی لباس استیل دوختی تاجیکستانی ای. استیلو فرق میکنه. دو زنک تاجیکستانی با مشت در دهنش زده در درنی ماشین بور کده ایستاده است. با مشت زده بور کده ایستاده است. با نوار میکنن، با اونا افطاریتیت برنامه خود چون در روسیه ما پرانک میکنیم، ما بالون ماشین لباوی را میشکنیم، ما جنگو ما گرنیم. کنی گرنی تو چی ارگانیزوات نمیکنین مردم؟ چی ما جمع نمیکنین نمیبرورینش؟ کی ایو پلیس؟ 10 میلیون شما 7.5 میلیون در روسیه قرار دارین. بیشتر از اهالی مردمی چیچنین شما در روسیه بدگیتون.
با یک اکسنی که میکنن 1.5 میلیون چچنه. شما 3 میلیون تاجیک در روسیه اید. به نام خود افطاریتت رکت، به نام خودتون بعضیاتون بیزنسمن، بعضیاتون زور کتازن جیب سوار شو. کنی ارگانیزات نمیکنه چی با؟ سبب چی است؟ میترسین، ریخین، شما سری همین کمبغل دا زورین، سری بیچاره دا زورین، اونجا امام علی بزنه، اینجا اوروس بزنه، با پیلوس بولاش دا شما رکتی کنین. مرین همین روزاتون. بعد ای شما ناموس دارین، بعد ای کار نمیگیرین دست روشن ارگانیزوات کنین. بعد با میشینین بعضی ملاتون کوکلوی تای منتو نه قدر دراز در وقتش برای حجاب یک زنه یک کافر از سر گرفتنش مسلمانان رشکر خزانده بدن. روی چت سیا وقت چیکار میکنی؟ آزی رقم نمیزنی؟ آزی چی شیده ایستاده است در پیشت؟ آزی کو گپ زد؟ باید چیکار کنه این مردم؟ کجا بروه این مردم؟ روتانسیام متون بخدای پشتی شکم همی دینم در شکمتان استفاده بردن، دنیارم در شکمتان استفاده بردن. پیشوا انتخاب کنین، رقص کنین در پیشش. اساسگزار صلح و وحدت، غمخوری ملت، شعر بخونین در وصفش. یعنی ملت حالش در کجا است؟ کو بخیزنک رقص کنین، بخیزنک. دیدین غمخوریشه؟ کنی غمخوریش؟ یک دپوتاتت گپ زد، یک پاسالستوات گپ زد، ولی آدم تو رنگ عروسین در پیش روز. ظلم پرستین، ظلم پرست. و بخیزین ارگانیزوات کنین، برین پیشنام پلیتیا جمع شوید. کی زنه میزنی بگو؟ دکمه نداره، مالش تو دکمه نداره، ترا یک زدن حق داده است. یک خوبچه روسی شما در تاجیکستان تو امروز دکمه نداره، مونا میزنیمش، مونا میپرسیمش. بعضی روسا تونا دکومنت کرده پول داده خونش رو روی میکنیم. پیشتر توریستا تونا اومد، خوی توریستا تونا پلی روت کردن بلاگر بگیم بنام بای بچه های تاجیکستان. اوچای تاجیکستان خیستن اوقات چون دادن نمو کسافت را، اونا مرزا را اوقات دادن. سر خطی شربرینج کردن، خواتونا ویران کرده، اوتلا کردن، نشاسته کردن دادن سر خطی. اینا چی نشان داد برای اوچای تاجیکا؟ شما هر یک تاتون زنین، هر یک تاتون اوچاین. بعضیاتون خیلی دیگه شرایط ندارین، مجبورین بخیزین برین. اونا هم آدمای نشاسته کدگی و تالا کدگی فردا برین این می احوال دا میزنین. این می احوال دا سر شما میشود. نمیخه تای شتا میمونین. او روز در پیشت باشه یک شتاش بزن ننگ سیکه 7 متر روز بپره. او روز میلاد نیست، او روز انسان نیست، او روز پرازیت های. رفتاری بزن کردن شب ببینید، شما بزن رفتار کردن شب ببینید. ولی هم برای خونه اوروس بروین برای شکماتون، چقری اوروس بکنین برای شکماتون، شکتور بزنین در اوروس برای شکماتون، دیش بی شکمتون سر شوه. خلاص دیگهش توکلش بخدا میشوه موندگیش سوزای. همین شکم سر شوه و سوش میشوه.
هیچ گپ نداره زاتو تر نزدای کو چای تر نزدای کو شکمت سر شوه توالت بکن کوچه برو شکم دا فروخته شدگی ها بنا با دل خودشون گلاستوک میبندن بیزنسمنن خطونا و نمیدونم جیپ سوار میشن در اونجا وقتی 3 میلیون مرد در روسیه حقوقی زن دفاع کردن نمیتونن کیین شما کیین بغیر زایی چی نیسته یک نوار کردن نمیتونه نوار طلب کرده کی власть русский власть кто это такие почему с этот тварь блядь руки поднимают на наших женщин купиброен я навори кинен як навори кинен нарену намуджа як навори кинен депортация к нам чими храм бадар Тоджикистон тарс шумора киштагӣ аст тарс шумора ғулом кардагӣ аст тарс хонатон обод боша сартон баланд зиндаву саломат бошед бигарден садо накунед дар ягон ҷо ки депортатсиятон кунад чӣ мехӯрем баъд дар Тоҷикистон ҳамин Тоҷикистонда кор нест просто пешво дорем дар Тоҷикистон мо намехоҳем пешвомона ғам додан гуфта гаштан бигирен намтари ки шумо намедонем вазифаи пешвотон нигоҳ кардан ва бишпечвит кардани давлат аст ватан ба шириочаш қасам хӯрдагӣ аст саломат бошӣ паддилитишка роишка гуфти ҳаму гапо мардак бошӣ духт бираса биши гӯшка ва савола дар худат те ойнара дар пешат мон дар мордаи худат нигоҳ ку савола бте ки кии худат гуфти ҳаму сфед ки ти худат мегако ки ти худат савол бте худата чаро тоҷик то имрӯз заношон зери шатаву лати кӯб қарор гирифт шаҳрванди Тоҷикистон савола дар худат бте роишка ҳамсоятда ҳамсоятам бибина